جنابان میدونید که من شما را برای چی دعوت کردم؟ برای همین که یک مسئله مهم را به شما بگویم. یعنی نزد ما ریویزور می آید. چطور ریویزور؟ چطور ریویزور؟ نه همین که ریویزور از پتربورگ و باز اینکه با سفارش مخفی همه نداشته چی بنا بود؟ اما خلاص خدایا باز سفارش مخفی. بله با سفارش مخفی. گویا که من این حادثه را بیشکی حس میکردم. من همین شب دراز در خوابم دو کلموشی عجایب را دیدم که مثلش را هرگز ندیده بودم. آنها آمدند بوی کشیدند ولی نخورده رفتند. چیکار؟ جنوبون با من فهمانه دو چیکار؟ تو مدیری پاشته شدن خبر نداری؟ من نوکگ از پیوتر ایوانویچ بوبچینس که شنیدم که کیم چقدر عملدار می اومد هستن؟ خوش تو در این باره چی فکر داری؟ من چی فکر میکردم؟ شما چی فکر دارید؟ من چی فکر میکردم؟ ها من همین خبرش رو میدونم که با ترک ها جنگ میشه. گفتمون زرد جا برم من همچنین فکر میکردم با ترک ها جنگ میشه. چی خیلی با ترک ها جنگ میشود؟ با ترک ها جنگ بند نمیشود. با ترک ها جنگ میشود. آخیر جنابان این از حاضر معلوم است. منم در دستی من مکتوب است. میتر باشد با ترک ها جنگ نمیشود؟ نمیشود. بینید گوش کنید که چی ها می نویسم. دوستی عزیز و صاحب سخاوتی من باشی تو و تو خبر میدیم که عمل داره با سفارش مخفی برای از نظر گذرانیدنی همه گوبرنیا و خصوصا با اوی ازدیما می آید. گوش کن برای فایده هر دو طرف هر آن مکتوبی که با پشتم می آید یا یکی از پشتم می براید حتما وی را کشا بین. این رو من میدونم انتونویچ. این را با من یاد نده. من از روی ذوق خودم من میخواهم که در دنیا چی خبری نوست دونم. یکی گوش کن. من فکر میکنم که برای چی محض ریویزور با اوی ازدیما می آید. من اما در خصوص این مکتوب یکی در خصوصی هر آنچه در آن مکتوب گفته شده است. من چیزی گفتن نمیتوانم و چیزی گفتن هم عجیب است. آخر در دنیا آدمی نیست که پاره نگرفته باشد. درست این کوششی ها با گرچه هم بیهوده است. انتونویچ شما گناه را با کدام معنی میفهمید؟ گناه از گناه فرق دارد. من به همه آشکارا میگویم که پاره میخورم. لیکن چگونه پاره؟ سگ بچه های شکاری میگیرم. این تماما کاری دیگر است. گوش کن تو چی سگ بچه شکاری میگیری گاه یا گاه چیزی دیگر همهش پاره حساب میشود. پاره دوست نه انتونویچ این طور نه. مثلا گیریم کسی پالتوی پوستین داشته باشد که بهایش 500 سوم و بدنش هم روی مال شال. نه به این کاری تو نباشد.
به خدا باوری نداری. چی؟ مثلا من هر روز یک شنبه به کلیسا میروم. من تو را نغز میدانم. هرگاهی که درباره آفرینش گاه یگام چیزی دیگر سخن سر کنی موی سری کس راست میایستد ابله. آخر من این مسئله رو خودم با عقل خودم فهمیدم گرفتم. گوش کن. در بعضن وقت عقلی بسیار داشتن از هیچ عقل نداشتن بدتر است. فهمو؟ گوش کن لوکا. گوش کن. تو باید همچون نظارت کننده این مکتب ها به معلم ها غمخواری کنی، چون که اونها در هر خیل کلیگی ها کلا شدن و رفتاری عجیبی هم دارن. فهمیدی؟ مثلا انا آن معلمی که روی فرمید من در یک درسی با اشتراک کردم و این نمیتواند که هر وقتی به سر منبر براید روی خود را کج و کلیپ کردن نماند. آخر مبادا در نزدیک ریویزو همین طور کنم. خدا میداند که به سرمون چی بلاهای پیش نآید لوکا. آخر راستیگم من با او چیکار کنم؟ من با او چندین بار گفتم. انا باز به نزدیکی وقتی وکیل ایانهای ما به صیف مکتب در آمد او روی خود رو جنون کجو کلیپ کرد که من تا حال اصلا ندیدم. او ویکو از روی صافدلی انتار کرد. اما در این خصوص به من تنبیه داده شد که چرا اوزاد فکری با جوانان تلقین کرده می شود. اینش مایلش لیکن انا آن معلم تاریخ چی؟ آخر من در یک درسی با اشتراک کردم وقتی که وی درباره اسوریان و بابولیان سخن میراند. افزایش چندان بد نبود و هرگاهی که به اسکندری مقبولی رسید به خود کمچه خیل حالت را گرفت. بعد همون سری منبر پدید آمده و همین خلستان را گرفته صداقی. من میدونم که اسکندری مقدونی شخصی بزرگ بود، لیکن استاد را شکستن چی در کار؟ از این کاری وی تنها به خزینه ضرر میرسد و خلاص. خدا نکند که کس در ساحه علم و عالمی خدمت کند. از هر چیز میترسی، هر کس دخالت میکند، هر کس میخواهد نشان دهد که وی هم کسی عاقل است. آخر مایلش لیکن جناب من از یک چیزی دیگر میترسم. رفت و میآید و میگوید من شما سودیا لپکین چپکین خوش لیپکین چپکین رو اینجا بیاره، یا اینکه من شما نظارت کننده های مؤسسه های خیریه زملنیکا خوش زملنیکا رو اینجا بیاره. نه جناب شما رو فهمید من از این میترسم. کارا که پیش بینی نشده بود. با مسافر خونه آمدیم که من با پیتر ایوانویچ با مسافر خونه آمدیم که من خلال نرسانه. من میدونم که شما چندان موردی سخنگویی هم نداره. یا من رو بکنه کلمه‌شو فراموش نمی‌کنه. خلال نرسانه پیتر ایوانویچ خلال نرسانه گفتم جنابان گویا که تو پیتر ایوانویچ بسونت گذشته شینه من هم با ترتیب بگم. همون روزی که من از پیش شما برآمدم بعد از اون مکتوب گرفتم خاطر محترمتان رو پریشان کردم. آن همون روز من بزرگ پیتر ایوانویچ میلیون سخن رو نشکنه. من همشو تو بگم. پیتر ایوانویچ ستاره بگه من از گروب گرفتم. من گروب رو هم نیفتم. بعد از خونه رستکوس گرفتم. من رستکوس رو هم در خونهش نیفتم. بعد با سوی خونه من این کس ایوان کوزمیچ آمدم. که خبری تازه که شما گرفته بوده و این کس رسوندم. وقتی از آنجا برگشته ایستادن در راه
در پیش تو کوچه سمبوسا فروشی من با پیوتر ایوانویچ گفتم که آیا شما درباره مکتوب اعتماد که انتون انتونویچ گرفته؟ بله. چیزش شنیده پیوتر ایوانویچ باشد که این خبر را از خدمتگزاران شما اودات و شنیدم. بله. که باید نمیدونم به نزد فیلیپ انتونویچ پاچاچف برای چی فرستاده شده بود؟ برای آوردن یک بشکه چرخ فرانسوی. من هم میدونم برای آوردن یک بشکه چرخ فرانسوزی نماندم. از پاگویی باز چیزی نخوردم. دو با تراکتیر داریم چی؟ در آنجا میگوید لکموی های تازه آوردن. در آمده کمتر. خوردن گیریم. بعد از آنجا ما به مسافر خانه در آمدیم. یک باره یک مردی جوان. ظاهرش بد نیست. در لباس غیر رسمی در خانه چنان گردش میکند که من سیمایش رفتارش و در اینجا چیزهای بسیار داشته دیوانیم گویا که من این حدیثه را پیش از این حس میکردم بعد با پیوتر ایوانویچ گفتم که در اینجا چی گپی هست پیوتر ایوانویچ در ابو انگشت خود صاحب تراکتور بلس را جغ زد زنی او 3 هفته پیش از این زاییده بود و پسرش چلو کسی صاحب تراکتور خواهد شد با گفت که این مرد جوان کیست؟ بلس در جواب گفت این مرمت کرده خرای نرسونه من میدونم که وقتی گپ زدن یک دندانش با گوشتاق بکشد خیلی جدی؟ ایوان الکساندرویچ کلستکوف است بله با گوبرنر سرچ میرود چیزی رو که بنستیا میخورد یک تنگه هم دادن نمیخواهد وقتی که این گپ رو با من گفت فورا بر سر من یک فکر آمد که ما با پیوتر ایوانویچ گفتیم اول من نگفتم بعد شما گفتید اول شما گفتید بعد من نگفتم بعد هر دو یک جویا گفتیم و چی سبب باشد که در این وقت میفرماید حالا که رایو به طرف گوبرنر سرت فهم بله و فکر ما خود همان عملدار است بله خود عملدار دیده حالا میخیر کدام عملدار؟ عملداره که درباره از شما خبر گرفته بوده رئیسدار بله الان ما با پیوتر ایوانویچ را درست تکت فهمیده گرفته خود همون غایت مشاهده کار است همه چیز رو از نظر میگذارونید دید که ما با پیوتر ایوانویچ لقه مهمه خوردیم چنان به طبق ما نگاه کرد که من را از دست وحی مزید کرد در کجا استخامت میکرده است؟ در حجره پنجم بله. زیر زینه بله در همان حجره که سال گذشته افیسرهای راهگذر بین خود زن و زنی میکردن همه در همان حجره وای چقدر باز در اینجا بوده است؟ 2 هفته شده است 2 هفته باز آخه در این 2 هفته همچین کاری زنی افیسر ندادنی آزوخه به محکم خانه ها و باز اینکه در را من نیستی با این خانه مست میگشتم خدایا اکنون چی کار میکنیم؟ چی کنیم انتونویچ باید همه جمع شده به مسافر خانه رو ببریم اینه پیش از همه کلانان روحانیان و سوداگران را فرستادن هستیم من در این باره در کتاب اولیای یوحنا مثلا ذکر کرده شده است که بس کن کدام سوداگر کدام روحانی گوش کنید من تنها با آنجا میروم یا اینکه با پیوتر ایوانویچ آخیر من این خلکارها را بسیار حل کردم و بازم رحمت نامه هم گرفتم ولی شما در خصوصی کارهای خودتان چاره ها بینید مبادا یکم کم بودی پیش ناید فهمیدی؟ میرویم پیوتر ایوانویچ میرویم
یگان بلای پیش آید. شما چی خف میکشید؟ و سر بیماران کلاپوش‌های سفید رو بپوشانید و خرم از راه گذشت کن تنگیرید. آخر گپ در کلاپوش‌ها نه. گپ درباره این است که در بیمارخانه این جوشور با فرموده شده بود. لیکن چنان بوی کرم میکند که حتی نفس کشیده نمیشود. گپ درباره این است. من از این جهت خاطر جمع هستم. در حقیقت به محکمه سودی اویزدیکی همه درآید. اگر به یگان کاغذی رسمی نگاه کند هم از کرده پشیمان میشم. من 15 سال باز در ستول عدلیه میشینم. با وجود آن اگر یگان کاغذ را از نظر گذراندنی شوم خبرم دست میافشانم. چون که حضرت سلیمان باشد هم راست و دروغ آن راش فهمیده نمیتواند. میرویم. خوش علاوه دوچرخه تیار است؟ تیار؟ گوش کن او با کوچه او آخیر با کوچه یا اینکه صبر کن اینجا بیا آخیر من امر کرده بودم که همه این پلیسیا اینجا بیا و خصوصا پروخروف پروخروف در اداره پلیس است لیکن وی استفاده کردن ممکن نیست. با کدام سبب؟ با سببی که وقتی سحر وی را در حالت مست مردوار آوردند. دو سطل آب از بالش ریخته باشد هم به هوش نآمده. خدایا چی کار میکنیم؟ این چه شهری مردار آخیر؟ گوش کن نه به خانه و کلاه و شافی نوی من را گرفته بیار. انتونویچ با من هم اجازه دهید که با همراهی شما روم. تو بس کن بازدار رو به دوچرخه با تو جای نمیرسه. من از صفای دوچرخه کورابور میدم. فقط از سر کشیده کم ترک جای باشد که من بینم اون ابله چطور رفتار میکنم. مایلاش تشکر. اینجا بیا گوش کن الان نظارت کننده این پولیسیا پوگوویچین است که قدی بلند دارد وی را حتما برده در سری کاپروک شینانید تا برای نمود حالا اون دیوالی که در نزد موزه دوز است در حال چپه کنید و بنو که یک چوب به خال پیچانید و تیخانید تا اینکه به کارهای پلانکشی مانند باشد خدا نظمی داری کن هر قدر ویرانگری زیاد باشد این فعالیتی حاکمی شهر را نشان میدهد. فهمیدی؟ گوش کن مبادا همان ریویزوری لعنتی پرسد که برای چی در نزد مؤسسه خیریه کلیسا ساخته نشده است. باید شما این تبل کباب دهید گوید که ساخته ایستاده بدیم. سوخت آتش کن آخیر من در این باره چند بار برات کار هم نوشته بودم. فهمیدی؟ یگان کس دهانی علگی کرده نگوید که حتی به ساختنش شروع نکرده بودم. فهمیدم میرویم. چنان گرسنم گویا در شکمان یک تال لشکر کرنه نهفته ایستاده باشد. در راه پول خود را بربادم. عزیزم اکنون آرام نشسته دم میجنباند و آتشین هم نمیشود. در هر شهر فرآمده خودنمایی میکند. هی آسیب رفته بهترین خانه را خواستگی و بهترین خوراک را فرما. من خوراکی بد را خورده نمیتوانم. اگر حقیقتا آدمی درست نبود
کار دیگر بود. اما فقط یک کاتب عادی با مسافران آشنایی پیدا میکند و بعد با آنها کرده بازی. پس او بای نداده باز کی بای میداد؟ این طریق زندگانی بدیل زد. یک هفته نگذشته میبینی فرک نوی خود رو با بازاری کهنه فروشی به فروش میبرورد. همه چیز حتی کرته تنش رو هم میفروشد. تا اون دمه که در تنش یک سورتوب و یک شینل میماند و بس. خدا جان اقلا یکان کاسه شوربا میبود گمان میکردن نیمی دنیا را خوردم. خدمت کردنی باشه درسته خدمت کن. مرحمت جانم. باز بکر گفتی من دراز کشیدی. من دراز نکشیدم. دروغ میگویی دراز کشیده ای همه دیدو بید. من پای دارم راست ایستادن میگیرم. کراوات شما با من چی نکن؟ گوش کن آسی. بین کنید در خلطش تماکو هست یا نیست. در بای تماکو چی کار میکنم؟ شما با کنانده اش را 4 روز پیش کشیده بودیم. گوش کن آسیب. چی خدمت؟ تو با اونجا برو. با کجا؟ با پایان. گویی با من خوراک دارد. من رفتن هم نمیخوام. تو چه جرأت کرده این گپ رو میزنی احمق؟ همینطور. از دو سر روم هم هیچ نتیجه نمیبروید. خوجانی تراکتیر گفت که تو قرض اولاتون رو ادا نکنید خوراک نمیدهم. این گپی به مزه. چه حق دارد؟ چه حق دارد که نمیداده است؟ باز میگوید که خوجانی تو آدمی پست و نامرد است. میگوید این خیل مهمان ها بسیار میآیند. بسیار استقامت میکنند. قرضدار میشن ثانی آنها را برآورده پیش کردن هم ممکن نمیشد. تو حیوان شاد هستی که این گپ‌ها را به من رسانی. باز میگوید که من به پیش حکم شهر میروم. 3 هفته باز خوجایی پول نمیدهد. میگوید من روی راست شکایت میکنم تا که شما را از اینجا به پلیس خانه و از آنجا راست به زندان برم. رفته بابای گوش. همین خیل حیوانی دخلکی دخل. خوب ترش خودی خوجایی تراکتیر رو به نزد شما جیغ زنم. خوجایی را جیغ زدن چه در کار؟ تو خودت رفته گل. بایستی جانو؟ خوب کرشم لب چقدر شهر مردان هستن. در دکانم پای سبزوات فروشی هیچ چیز را نسیان نمیدم. آخر از حد زیاد گرسنه هستم. کمتر گردش کردم. ای گمان کردم که اشتهایم میگرفته باشد. نگیری. در شهر پنزه اگر عیشش رد نمیکردی پول تا به خانه میرسید آخر. کپیتانی پیاده پدر سوخته چنان قرطه بازی میکند که در 4 ساعت مرا لوبلوچ کرده. با وجود آن میخواستم با یک قرطه بازی کنم ولیکن بخت آمد نکرد. این چقدر شهری مردار است. در دکانهای سبزوات فروشی هیچ چیز را نشان نمیدم. جانو خوراک را میارم. جانو این چقدر شورباسید. خدا تو به کاسه چه انداخته تو؟ فقط آن خواهی را کشیده است. من این خیلی شوربا رو نمیخوام. شوربای دیگر بیار. صاحب کن احمق. تو بازیگران بعد معامله کردن را انداختی. لیکن من خدا را صاحب چقدر خراب میدم نه؟ ناصر نگاه کن با جای رفتن کم چقدر براشینا میکنن نه؟
گوشت داشته است. اوه این چه خیلی گوشتی؟ یک چیز برای بریم تخمار. این چه خیلی گوشتی نه؟ گوشت است مگر نمیبینی؟ این گوشت نیست، این چه تخته است که با جای گوشتگاه بیرون کار شده است. کهوه نگو چیزی دیگر هست؟ نیست. اوسی نیست میگویده. این نامردان چقدر خوراک میدهن. فقط از مسافران پول گرفتن را میدانن. این رفت است. نابکارها فقط از مسافران پول گرفتن را میدانن. نابکاره گویا هیچ چیز نخورده باشم ها؟ خلا یکم کلچه یکم ساوس میبودن. پول مایده میشد یک با بازار فرستاده یکم کلچه میخریدم. جناب گفتم گوش زودتر رفتن بهتره. چی؟ حکیمی شهر اومده است. از حال و احوال شما خبردار شدن میخواد. خلاص چقدر خبیث است این ترکتر. درها شکایت کرده است. آسی مرا برام سوال کشن چی میشن آسی؟ خب اگر مرا عزت کنان برام نرازی میروم. آسیم نمیشوند آخی. در شهر کاسبان را سوداگران میگردن. من خودم را بلند گرفته به طرف یکی از دختران قصاب چشمکی زده بودم آخی راستی. من به من میگویم چی شما؟ چی من کاسب یا سوداگر هستم؟ شما چی هم همچون حاکمی شهر و شخصان نجیب خدمت کردن است. درست؟ من گناهکار نیست. من گناهکار من گناهکار نیستم. آخر چه گناه وای بسیار گناهکار است. بابا من شربای شب مانده میدهد. اگر از گوشتش پرسه خدا میداند که وای چیست. وای تخته است. من حتی مجبور شدم که شربایش را از تیرده بیرون بردارم. من پولش را میدهم. لیکن چایش اگر از چایش پرسید خدا میداند به چی پایی ماهی میکند. شما حق ندارد که مرا به حبس نکشد. من در پتربورگ خدمت میکنم. راست به نزد وزیر خواهم رفت. جناب رحم کنید. آخر من زن و فرزند دارم جناب. رحم کنید. انا خلاص برای اینکه شما زن و فرزند دارید من باید به حبس خانه؟ نه من باید به حبس خانه. یا با من چی؟ من باید به حبس خانه روم. بخدا عزیزم جناب با خدا که از بی تجربگی درست خودتون نقص میدونید که معاشی دولت به قند و چای هم نمیرسه. مبادا یکم نمود پاره گرفته باشم. یک کمی در کم بود جناب. درست. یکی گپ درباره قمچی کاری زنی اونیتدی افیسر بود. به خدا که من باید قمچی کاری نکردم. نکردم. خوب من نمیدونم شما درباره کم چخیل پاره قمچی کاری زنی اونیتر افیسر گم میزنه. ای قمچی کاری زنی اونیتر افیسر کاری دیگر است. لیکن شما حق ندارد که مرا با قمچی زنید. من با خاطر اینجا نشستم که یک تینی سیاه هم ندارم. از همه من پول مفرستن. چرا خود را به نادانی میزنید؟ حتی یک تین ندارم میگه. جناب اگر به شما پول لازم باشد من میدهم. مرحمت بدهید. خرسه
من حتما برمیگردونم. من در حال کردی مهمان خودش را فریاد کنه مهمان. مرحمت من در حال اساسی میرسم نشمارید هم میشم. فریاد کن. مرحمت جناب شما باز میشید. مرحمت نشینه بیا. شما رو دعوت کردی؟ دعوت کردم حساب کن. چند پول شد؟ جناب خب جناب اگر من جرأت کرده شما رو با چیکار؟ میبخشید جناب من لایق نیستم. چیکار بخیر؟ من جرأت کردم شما رو به خانه خودم دعوت کنم. میروی؟ البته جناب. من یک آدمی معارف پرور روحم معارف میطلبد و دانسته گیرد که این خانه بسیار تاریک است، نمناک و هر یک کنه دارد که پدر سوخته صد باری میگذارد. من خوجه این عادت کرده است که حتی شام نمیدهد. ما خب داریم مایکده دیده و من در خانه خصوصی بودن بسیارتر محمول است جناب. میروی جناب؟ میروم؟ این طور باشد یک اجازه دهید با همسرم یک مکتوب نویسم. مکتوب برای چی؟ تا اینکه از آمدنی خیلی مهمونی عالی قدر خبردار شوم. من مهمانم. مرحمت جناب مرحمت. اینجا سیاهی را بیار. سیاهی داره هست. انا باشد در این کاغذ حساب نویسید. میشه مرحمت جناب. به همسری من ده اگر که همون خانه‌ای که در دیوارش کاغذ به چسبانده شده است در حال تیار کند فهمیده. اما با همه بگوی که خصوصی کارهای خودشان چاره ها بینند فردا اون کمبودی پیش نآید. فهمیده؟ و باز اینکه در حقای مشقت جناب این طور باشد اگر شما خواهش داشته باشید مؤسسه های خیریه یا اینکه محکم خانه ها را تماشا میکردیم. مثلا مؤسسه های خیریه مالش چی طوره که شما خواهید؟ راست مرحمت با فایتونی من میروی. البته آخه با فایتون شما مرحمت. شما مرحمت شما اول جناب. جناب جناب میبخشید من مادر جان کسی می آید. هو انا از آخر کوچه. این که باشد مادر جان این دوبچینسکی. یگان دوبچینسکی نه دوبچینسکی. براستی میگویم مادر جان که دوبچینسکی بینید انا دیده ایستادم دوبچینسکی. اکنون دیدی که دوبچینسکی؟ دیده ایستادم دوبچینسکی. زودتر از همونجا گپ زنید. چی؟ او خیلی سختگیر؟ از همونجا گوید آخه همین قدر بفهم است که تو
خونه نمیرسد یکون چیز نمیگوید. گنرال هم نباشد لیکن از گنرال ماندنی ندارد. این همون آدم است که با شوهرم در برای خط آمده بود. خودش اولا ما با پیتر ایوانویچ را درستکک فهمیده گرفتیم. خیلی بچگونه. خدا رو شکر که همه کار در جایش حل شد. اولا آنتون آنتونویچ فکر میکرد که مبادا از بالای آن کس یگان شکایتی مخفی نباشد. من همچنین خواب میبردم. شما از چه میترسید؟ شما که خدمت نمیکنید. اوه خانوم، وقتی که شخص المنصب را بزند آدم تجویز میکند. همه اینو دمای بیاده است آخر میگوید پیرسی و جوان است. تخمینا 23 ساله اما تماما مانند آدمی پیر کم میزند. میگوید که بفرمایید من هم به آن سو میروم و هم به این سو. همش کنون است که باز بگوید من خواندن و نوشتن را دوست می‌دارم لیکن کمتر تاریکی خانه خلل میرساند. مایلش هفتش که خیلی سیاموی و ملموی بسیارتر خرمایی موی اما چشمانش آنقدر تیز است که مانند چشمی جانوران. نگاهش حتی آدم را پریشان خاطر میکند. او در این مکتوب چی مینویسد؟ جوناتان با اشتاق رو آگاه میکنم که احوال من خیلی بد بود ولی امید از خدا که دو بادرنگ نمکی و خصوصا نیم فرس تخم ماهی من چیزی نفهمیدم. برای دو بادرنگ نمکی چه علاقه دارن؟ آنتونویچ از سر و سیمگی نوشته است. در این چند صحبت نوشته شده است. تخم ماهی برای مهمانی مهم آن خانه را که به دیوار کاغذ زر چسبیده شده به زودی تیار کنید. خدای خدا این کار رو به زودی کردن لازم. اینجا کیست؟ میشکه خدا تازه رفته به عبدال نیستا به عبدالین سوداگر بگوی من به تو یک خرچه میدم. روچکه نیست؟ به عبدالین سوداگر بگو که از اونجا وینا بیارد. تمام. تیز خدا تازه رفته. تیز خدا تازه رفته برای میمون خونه درستکک ساز کن. در آنجا کربت دستشویک و دیگر چیزها موندن لازم. من زودتر در رفتم ببینم که اون مؤثر رو چطور درست از نظر میگذارونه. روید ما شما رو نگاه. روم. که در شهر شما برای مسافران همه جا را نشان بدادم. لیکن در شهرهای دیگر به من هیچ چیز را نشان نمیدادم. درست؟ و در شهرهای دیگر خودی حاکم شهر و زیر دستان از تنها برای فایده خودشان کار میکنند. اما ما چه باید باشد برای فایده دولت درست بسیار خوب. نهار بسیار خوب بود. با من بسیار مقبول شد. بسیار خیلی محبت کرده نیست که شما هر روز چنین ناشتا دارید. جان این شما بود. شما به خاطر من بسیار عالی جناب
مرحمت کردن نباشد گویید که شما یکان جایی وقتی گذرانی ندارید. جماعتی که در اون حتی بازی کردن ممکن باشد. میدانم که تو به طرفی که سر کار تفته است. جانو خیر در جای ما حتی نامی خیل مؤسسه نیست جانو. ولی اگر از خود ایمان پرسی حتی من نمیدانم که با خرطه چگونه بازی میکنه. چکاری سرویس پیش از این در خرطه بازی 100 تومانی مرا بودم. نیست جانو. نیست جانو نادرست. شما میدونید خرطه بازی کردم چقدر برای فایده داکستم. نشی ما ختم نکنید. اگر شما خواهش داشته باشید من شما را یاد میدیم. فقط یک خرطه بیارید میشه. من به شما گفته ایست جناب من جانو مرحمت شناسید زنم و دخترم. شما اگر حکم من خواهش داشته باشه من می‌نشینم. جناب چینه جانو شما سفرتون چخیر گذشت؟ سفرها بسیار خوب. چقدر که شما میدونید پس از زندگی کردن در بین حیوان و اشراف یک بار افتادن به مهمانخانه های چیرکین تیرگی جهالت دیها بسیار خوب است. بسیار خوب است. خوبی اشتران است که جویش ها دارد چشم ها دارد از همه مهمش تیپ ها دارد. یکی پتربورگ دیگر است پتربورگ کیم با تو برابر میکنده. من هر روز در بزم ها اشتراک میکنم. ما در آنجا گروه خرطه بازی ویست تشکیل کرده. خانم ویست یعنی چی؟ وزیر کارهای خارجه، سفیر فرانسه، سفیر نمیست، سفیر فرانسوز و چنان خرطه بازی کرده مانده میشه که دیگر هیچ نقطه نمیماند. با شانه چارمی که من از آن بالا میشوم یعنی بالا میشوم میگم فقط ماروشکا چینلی مرا بگی. جنابان کپم درست شد. من حتی فراموش کردم که من در آشانه دوم استقامت دارم. یک زینه پایه من به چی میارزد گویه؟ حالا من از خواب نخسته در آنجا گراف ها کنیز ها گشت و گذار میکنن. آره فقط تنها صدایی آره صدای پشت شنیده میشود و بس دیگر هیچ حتی بازی رو نمیماند. برای من بسیار خوب است چون که مرا فردا حتی فراموش کردم فردا گویم حتی مرا به وظیفه دپارتمنت رئیس پارلمان انتخاب کردن. میدونی چه واقع شد؟ رئیس به کجا رفته بود اما معلوم نبود که به کجا رفته است. خیلی معلوم میشود که کجا رفته است، چی کار کرده است، کی میشود، چی میشود. بعد به نزد من همان روز در کوچه ها تنها 35,000 قاصد گشت و گذار میکرد. 35,000 قاصد. من گفتم خب خواستم که اول رد کنم. بعد فکر کردم و گفتم که خب وضعیت چی رنگ میگرفته باشه.
ایوان الکساندروویچ خریستاکوف برای اداره کردن دپارتمنت بیایید. این خبر رفته به گوش پادشاه میرسد و باز آن خبر و خبرچه ها گپی دیگر است. گفتم خب من راضی، لیکن در نزد من هوشیار باشید. همین طور شد، همین طور هنگامی که من از نزد دپارتمنت میگذشتم آنها جناب آنها همه چون برگی بد میلرزیدند، چون که من چشم هر یکی آنها را ترسانیده گرفتگی بودم. من در همه جا هستم، در خانه وزیر با پادشاه رفت آمد دارم و فردا مرا با وسیع فکر با استراحت کردن میل نداری؟ استراحت؟ گپی بیمزه. خب چه اگر شما راضی باشید من رو تیار، لیکن اول گوید که آن خوراکی خوردم چی نام داشت؟ لبردن! درست داری او یکنه او رو به خدا حواله کردیم. هم به قصر پادشاهی رفته آمد دارد، هم سوویت دولتی را سرزنش میکند. درست. ای از برای خدا جناب شما پیتر ایوانویچ، من از این طرف دارید شما پیتر ایوانویچ. انا از این طرف اختیار به شما اما فیودورویچ، لیکن ما باید بعضی چاره ها بینیم. یعنی چی؟ معلوم است که چه؟ تگی آستین کنیم؟ تگی آستین کردن هم ضرر نداره. ظالمانت کاری خواطرناک است. مبادا به غضب آید آدم حکومت، لیکن مگر اینکه از طرف اعیان برای بنیادگوری به طرز پیش کرد. یافتم مثلا به پشت من پول آمده است و صاحب ندارد. نه احتیاط شوید که او شما را به واسطه پاشت اتم و یگان جای دورتر فرستاده نماند. احتیاط شوید. بهتر از شما اما فیودورویچ شما سر کنید. بهتر از شما سر کنید، زیرا که مهمان بزرگ در مؤسسه شما نان و نمک خورده است. نه بهترش معرفت نکننده جوانان لوکالوکی سر نمیتوانم جناب. اگر یکم کسی یک روز با من بلندتر گفتگو کند جانم میبرد و زبانم از گپ میموزد. بهتر از شما اما فیودورویچ وقتی که از دهان شما سخن نبراید گویا که سیسران گفته باشد. شما سر کنید. چی میگوید؟ سیسران؟ سیسران شما چه فکر ها گفته ایستاده اید؟ مبادا درباره سگای خانگی و یا سگ تازه گپ سر شود. ای از برای خدا جلو کن، بسیار نچسبید. باید بزن کردید. استراحت کردن ممکن است؟ استراحت میکنم؟ آره. دختری حاکم شهر بد نیست، زنش هم باشد. حالا میشود استراحت.
خدایا خداوندو در پناهت نگه دار. مدار از پایم رفت. با ملاقات جنابتان اجازت میپرسم. سودیای همین اویزد اسسور کالج یبکین تیبکین. مرحمت جنت. شما سودیای همینجا هستید؟ در سال 816 با خواهش اعیان ها با مدت 3 سال انتخاب شده بودم و تا امروز وظیفه خود رو دوام داده آمدم. سودیا بودن بسیار فایده ناک است. فایده ناک است. در دوام 3 سالگی با سوابدید کانون ها با نشان درجه 4 ولادیمیر پیشنهاد شدم. ولادیمیر بسیار خوب. با من بسیار معقول است. از یکی اون نشانی انیسه آن خودم معقول نیست. خدای خداوندا نمیدونم که در کجایم. گویا که در تگم آتش باشد. وای در دستتون چیست؟ یه چیز نه. چی کنه چیز نه. پول کو؟ این پول! ای پروردگار من اکنون کارم به سود افتاد. برای بردن من عروبه هم آوردم. ببخشید این پول را به من قرض دهید. البته با کمال خوشنودی. من از زیرابه میردم. براستی از زیرابه من پول نفرستم. دلیرتر یا مادر خدای مقدس مدد رسان. از زیرابه میردم گفتم کن. لطف فرمایید تشویش نکشید. من البته با قوه عاجزانه خود من جسارت ندارم که شما را از این زیاد به تشویش اندازم. یگان فرمایش نداره. چند فرمایش؟ یعنی من گفتنیم که شاید از طرف شما با سودی اویز یگان فرمایش باشد. فرمایش باشد. شد اکنون شهر از ماست. مدیر پشتش بکن. شما در همین شهرچه چی خوب داره؟ بله. شهرچه بسیار خوب. با من بسیار معقول شد. آخرش اینجا سرودم نیست کن. همین دارم. چون که اینجا پتربورگ نیست. اول البته در آنجا رفتارهای بنساکت می شود. و البته خواستهای مضافاتی پیدا نمی شود. چی گپ هم نادرست؟ نه تماما گپی درست. من خورسندم که فکری برای شما از یک جا برامده شده. خیلی تشکر زیاد که هر دو ما یک فکر داریم. از مدیر پشت یک قرض پرسم چی؟ بسیار خوب. میدونی چی واقعا رخ داد؟ در راه خراجات از حد زیاد شد.
پول با این هم صرف شد خیلی نفهمید کن شما یکم 300 سوم قرض ندارید من به خدمتتون تیارم جناب من این خدمت را به خودسندی بزرگ نشمارم فقط باید که در اداره پشت من یکم ملاحظه نداره هرگز نداره هرگز ندارم اگر کم با ملاقات جنابتون اجازت میپرسم نظارت کننده این مکتب و مشاور خلاب من این چیز را هیچ گمان نکردم سیگاری خوب است من در پدربرگ سالش 25 سیگار میکشم آتش فرسان چگی لعنتی حالم را خراب کرده چقدر که میبینم شما با سیگار کشیدن معنی نداره لیکن من بی‌طرف بوده نمیتوانم در خصوصی زنها هم و شما بسیارتر کدامش محکوم سیاه‌موی یکی ملموی من این چیز رو دانستن نمیتوانم من ذوق شما را دانستن میخواهم و شما کدامش بسیارتر محکوم من جرأت کردم عرض میکنم که مرحمت اما خودم هم نمیدونم چی بگم ایخ گوید آخر گوید سرخ شده گفتن نمیخواید مرحمت کرده گوید آخر فهمیدم فهمید آره چون که چشمان من کمچخل یک چیزی دارد که با مقابل آن هیچ کس استادگاری کردن نمیتواند و خصوص زنها هم میداند چه واقع رخ داد در راه خراجات از حد زیاد شد شما به من 300 سوم قرض نمیدهید 300 سوم 300 سوم آقازی از این بر نگردم انا خلاص اگر نباشد چی بگویم جسارت ندارم که شما رو تشویش دیم خوش باشید حساب میکنم کپیتن پیاده حتما من از من بیا سلام جناب سلام جناب من با ملاقات جنابتان مشرف شده بودم اداره کننده مؤسسه های خیریه Nadworny Samitnik! Zemlanika! Zemlanika! Masz
واسه های خیریه که زنی دستی من از خشنه پذیرایی و همراهی شما نایل شده بودم. در خاطر دارم نهارتون بسیار خوب بود. من اساس جات خورده بودم. تشکر جان. تشکر. لیکن مرحمت کرده گویید که دیروز قد شما کم در پس بود. این روز بلند. ممکن است همین طور هم باشه. من گفتم میتوانم که خدمت خود را با کوشش تمام بجا میآورم. مدیر پشت اینجا را گیره تماما کار نمیکند. همه کارهایش چطاق سرکه ها را در وقتش نمیرساند. فهمیدی؟ سودیه هم که پیش از آمدن من اینجا بود. در خاطر دارم. روزی دراز به خرگوش شکار آورده است. خرگوش؟ در اداره باشد سگ‌ها را نگاه می‌دارد. من در نزد شما آشکارا گویم. البته از نقطه نظر منفیت وطن آخر من وطن رو دوست می‌دارم. از نقطه نظر منفیت وطن من باید این طور کنم. وای خویش و دوستی من است ولی رفتاری خیلی قبیح دارم. دابچینسکی نام یک پا شکست. در خاطر دارم. وای خودتون دیده بوده وای هرگاه که از خونهش برآمده به یگان جای دورتر رود سودیه در روکک رفته در نزد زنی وای می نشیند. من در این خصوص قسم میخورم قصدم بچه های دابچینسکی را نگاه کنید. حتی دختر چشم عیناً خودکی سودیه چه بری. دختر چشم؟ لوکا لوکیچ وای من حیرانم که چی خیل کلانان باور کرده با وای این خیل عمل را سپاریدن. خوب چی خیل؟ وای از یاکوبینسکی بدتر است. از یاکوبینسکی؟ بدتر است. با طلبگان همین خیل راههای بد را نشان میدهد که حتی با گفتنش زبانم نمیپیچد. اگر اجازه دهید من یک به یک نوشته به شما دهم. مرحبا شما نوشته؟ دوره هست؟ من در وقتای خالگی یکان چیز را خواندنش رو دوست میدارم. مرحمت کرده یک به یک نوشته. من خبر کشی را بسیار دوست دارم. تشکر. جناب شما نامتان چی بود؟ آرتمی فیلیپوویچ زملنیکا. آرتمی فیلیپوویچ زملنیکا میدونید در راه شما زن و بچه کشته دارید؟ البته دارم چرا نداشتم؟ باید چی کارم؟ شاید شما نامی آنها را پرسیدنی باشه. امیخه ایوان الیزابتا ماریا اندره و پریپتویا. پریپتویا بسیار خوب. بسیار دانا. میدونید چی؟ نه جناب من همش را یک به یک نوشته به شما دادم. خونید دابچینسکی جناب وقتی که شما را به این خیل وظیفه های مقدس معین کرده شده است از این زیاد جرأت کرده نمیتوانم وقتی شما را گیرم. اگر اجازه دهید من روم. مرحمت هر وقتی که خواستید آمدن. تشکر جناب. ای من چون که آدمانی صاحب دل را دوست میدارم. البته جناب شما چی رو داشتید؟ گفتم آخر فراموش شدم. آرتمی فیلیپوویچ زملنیکا. آرتمی فیلیپوویچ زملنیکا بسیار خوب. میدونید در راه چی واقعا رخ داد؟ چی واقعا؟ خوش بگوش. تمام شد. شما یکان 400 سوم قرض ندارید؟ 400 سوم؟ از همه 300 سوم باز از من 400. چه حبر میگردونم حتما. تشکر. حتما بازوید. بازوید جناب. بازوید. مرموناتانی جنابتون اجازت بپرسید. اهل همیشه پیوتر ایوانویچ بابچینسکی.
ایوانویچ دوبچیسکی شما پیوتر ایوانویچ دوبچیسکی پیوتر ایوانویچ دوبچیسکی بله شما رو در خاطر دارم گویا دیروز بینی چندان سر کنم حاضر تمامان خوش شدم بسیار خوب خوش شده باشد بسیار خوب شما پول ندارید پول؟ چه پول؟ 1000 سوم برای قرض من اینقدر پول ندارم پیوتر ایوانویچ شما ندارید با خدا که من هم ندارم سوره که شما میدونه من پولهای خود رو در بانک جمعیتی حمایوی میگذارم من این مقدار پول خب همین 100 سوم باشد بس از شما از دیگه برمیگردونم من 40 سوم پول کاغذی دارم پیوتر ایوانویچ شما چقدر دارید من همگی 25 سوم دارم پیوتر ایوانویچ خوشروتر گفته بینه من میدونم که در کیسه راست شما یک سوراخی بود مبادا در همون سوراخی افتادگی ساخی نیست با خدا که هست جنابم همون 65 سوم هم میشود میشود الان مرحمت کرده گویید که شما به من یکم ملاحظه چه ندارید ملاحظه؟ داریم جناب من جرأت کرده از شما درباره یک کاری خیلی نازک التماس بپرسم چیکار؟ کاری خیلی نازک چیکار بوده است؟ پسر کلانی من با شما عرض کنم پیش از نکاح تولد یافته است پیوتر ایوانویچ یعنی فقط در گفتگوزا سلیمان او را با نکاح رسمی زن و شوهری درست کردم اکنون من به خدمت شما عرض کنم میخواهم که او پسر قانونی من باشد و من همچنان دوبچینسکی نامیده شود بله با خود نامیده شود دوبچینسکی تشکر جناب من که شما را در این باره تشویش نمیدیم از بس که باید پسر خیلی با استعداد است رحمه میآید شعرهای گوناگون از جور میکند اگر در دست یگان کورچه افتد ماهر من چنان عربچه میسازد که گویا نیرنگ باز باشد من پیوتر ایوانویچ هم میداند بله استعدادی کلان دارد بسیار خوب ممکن است ممکن شما چه یکم ملاحظه چه ندارید چی توان ندارم من از شما عاجزانه خواهشمندم وقتی که به پتربورگ میروی با اهل همان شهر با ادمیرال و گنرال ها گوید که در فلان شهر پیوتر ایوانویچ دوبچینسکی زندگی میکنه با همراهی پیوتر ایوانویچ دوبچینسکی بله اگر همین طور با پادشاه هم با خودمونه با اون قسم گوید که در فلان شهر پیوتر ایوانویچ دوبچینسکی زندگی میکنه با همراهی پیوتر ایوانویچ دوبچینسکی میرسونم یعنی در فلان شهر پیوتر ایوانویچ پیوتر ایوانویچ استقامت میکند جناب ببخشید که شما را زحمت دادیم ببخشید جناب که شما را زحمت دادیم همین هر وقته که خواستید از افتش اینها مرا کدام آدمی حکومت میپندارند شاید دیروز من به چشم آنها خاک پاشیده باشم چه عملدارانی احمق نه خوب عملدارانی خوبی هشام در آن است که و من هر قدری که خواستم پول قرض میدهم یک پول هرم رو شای حساب کنم چی اوه درباره همه اینها و پتربورگ و تریابسکی مینویسم آسین یک کاغذ سیاهی بیار باز میرسم یک پولهایم رو حساب کنم چی 300 سوم است سودیه 600 700
چکو؟ راست می نویسم بطریق بشکین چون که وای کسی با دستی افتاد هوشیار شود چون که وای به پدری خودش هم رحم نمی کند آسی کاغذ و قلم آوردی بیا مکتوب رو بر ایوان الکساندروویچ جناب چی حادثه؟ میدونه چی؟ زودتر رفتن لازم است برای خدا کی وقتش نه سفسته برای چی؟ با اونها درو دراز آوره شدن چی لازم؟ تو چی خیل نمیبینی که مرا چی خیل زیافت میکنن؟ گرچه عزت و احترام به شما بلند باشد لیکن از اینجا رفتن زودتر بهتر است من فردا میروم با آنها درو دراز آوره شدن چی لازم است برای خدا؟ از بحری آنها گذره توف کنه داخل من استراحت کردن میخوام گفتم تو جناب فردا میروم من فردا میروم جناب تو فردا چی کار میکنه؟ آنها شما را کسی دیگر گمان کردن و پدرتون هم خشمگین میشن که اینقدر دیر کرده از برای خدا اسبا اینجا بسیار با من محقول شدن چی خیل کیف کرده میرفتیم ما؟ خب ماینش اول این مکتوب رو به پشت ببر در کجا اشتغال میکرد ترافیچکین؟ کوچه پشتم درست گوش کن گوی به من بهترین سه اسب رو دهند و گوی در راه سرودخوانی کرده روند من به هر یکی اونها یک سومی میدهم رفت جناب من مکتوب رو به یگان آدمی همین جایی میفرستم خب رفت و خودم تیاری راه رو میبینم تا که وقت بهوده نگذرم گوی مرا همچون آدمی قاصدی دولتی برند خب رفت شما چه رماچه خوب دارید خانم شما شوخی میکنه اهل مضافات را مسخره کرده استادید ها هرگز خانم من چقدر آرزو داشتم که رماچه شما شم خانم تا اینکه بگردن سفیدتان بچم من هرگز نمیفهمم شما درباره چی گپ زده استادید آخه کدام یک رماچه هوا امروز خیلی عجیب است آره لیکن لبهای شما خانم از هر گونه هوا بهتر است شما فقط همین خیلی گپا رو میگویید ولی من از شما خواهش میکردم که بهترش در البوم من یگان شعر نویسید برای یادداشت شما باید شعر بسیار میدونید شعر البته بسیار میدونم شعر بوجد مرحمت با شما کدامش را خوانده دهم آزی خیز پرواز میکند واه چشمانش خوشانش چنان زیبا که پرهایش را بینیده واه خانم همه این اهمیت نداره بهتر است که من با شما محبتی خود را اظهار نمایم که از نگاه شما خانم محبت؟ آره من چی بودن این محبت را نمیدونم حتی فکر هم نمیکردم که محبت چیست این چی پری؟ اکا باشد اکا این چی به حیایی؟ از حد گذراندید ببخشید خانم ببخشید از دوست داشتنم خانم ببخشید آخه شما مرا کیم چه خیل اهل مضافات میحسابید هرگز خانم ببخشید آخه من حاضرم با 2070 توفلی هم را پوشیده با شما تعظیم نمایم خانم ببخشید آخه خانم آخه شما میدانید که چشمان شما چقدر زیبا خانم صبیح مادر جان نه مادر جان من نه شب نه خانم شما دیده ایستادید که من با 2070 در آتش عشق میسوزم خانم شما چه خیلی بزانو ایستادید زمین تماما ایملوس است خیزید نه با زانو ایستاده دانستن میخواهم که چی تقدیر دارم من چیزی نفهمیدم شما با دختری من اظهار محبت کرده ایستادید هرگز خانم من شما را دوست میدارم رفیقه من شوید خانم خیر من شوهر دارم هیچ گم ندارم خانم مادر جان مادرم خب چی میکنی؟ چیکار داری؟ یکان چیز عجایب دیدی مانند گربه خبرگیری تقویده در اومدی ببخشید مادر جان من ندانستم تو از دخترانی لیاقتی شبرت میگیری تو باید از مادر بگیری مریم تا هنه اندریم خوشبختی ما مانع نشدید با ما فاتحه دهد شما مگر او رو
دوست می‌داری مسئله رو حل کنید حیات یا مرگ منو دیدی برای تو مردار شتاممون با زونو ایستاد اما تو یک بار چندی بر این دویده در اومدی تو سزور این گناه تولی نیستی اقرار نمیکنم جانو با جنابتون سوداگران مرسو شکایت کردن با خدا که تو اومد است من از هیچ کس پارا نگرفتم و هیچ کس را همچین کاری نکردم جانو ای من با همچین کار کردن دیگه کس چیکار دارم شمایم نمیبینید من چیکار کار میسودم اویو تو میدونی ایوان الکساندروویچ مویون رو مورو با کدوم شرف افتخار من میکنم او دختر مورو گرفتم تو دیوانه شده جانو ای دیوانه شده از باید را مادرش هم دیوانه بود جانو با خدا که من به راستی عاشق شدم من گرفتن میخواهم آخه مریم شما شوخی کرده ایستادی من به شما گفتم که من جدی گفته ایستادم من ندادم این آتش گذار هستم اگر خودم را پرونده مانم اما بخشی ما را به سود میکشم سود جانو میخواد شدیم نشویم طوری که شما خواهید همونطور میشه باید میخواد خدا عمری دراز دیار عمری دراز خدا عمری دراز میبوسم جانو زودتر باشید دوچه که تمام شد برویم جانو شما رفتنی هستید؟ میروم چه نروم کی رو میپرسه فردا برمیگردم برای یک دقیقه به نزد مکان وای بسیار مردی ثروتمند است فردا حتما برمیگردم با فکرم با شما پول لازم بود پول برای چی؟ پول لازم نیست؟ خب من حتما برمیگردم من فردا خانم برمیگردم مرا فراموش نکنه انتظار شده خانم گفتم که برمیگردم خانم من برمیگردم من اینا رو بر وقت میدونستم لیکن شما بودم سودا چی خیلی سودا؟ سودا اکنون با درجه گنرالی رسیدن ممکن؟ البته ممکن گوش کن اکنون ما در اینجا استقامت میکنیم یا در پیتر؟ البته در پیتر میشه اکنون گنرال میشم دولویچ بازم باور کنیم با شما یک بختی خیلی منتظر نصیب گردیده است با اون مصیبت بختی خیلی چشم شما رو تبریک میکنه آنتون افتخارمندانه مبارکباد میکنم شما صاحب بختی بزرگ نشوید در لباسی زرین میگردید شوربه‌های گوناگونی با لذت را استعمال میکنید و با خرسندی بسیار روز میگذرانید مریان تانونا من شما را افتخارمندانه تبریک میکنم خدا با شما دولت بسیار چرمان ها و یک بچه‌چه دهد بچه‌چه تا که او را با کفی دست گرفتن ممکن باشد بچه‌چه هر وقت انیخل فریاد کند خوش آمدم
باشم آب بیاره آب من آنتونوویچ اگر خواهش داشته باشید همان مادستگی را که سودا کرده بودید میفروشم. من مادست چی نکن خیر اگر نخواهید سگ دیگر رو میابید. آنتون آنتونوویچ خوش دانستن میخواهم که آن مهمانی نامدارتان کجا رفته باشد؟ وای برای کاری مهم رفته. البته لیکن فردا البته سلامت باشه میآید. خدا جان نتگیر چیلگور چیلسانی اومدی با شما هم نصیب کند جناب شما میدونید شوهر من گنرال شدم. حضرت بسیار میخوام که گنرال شدم. در اینجا بهتر از آدمانی هستند که هنوز گنرال نشدند. جناب آنتونوویچ آن عمل داره که ما او را رویزور گمان نکردیم. او ما رویزور نبوده است. از مکتوب خودی میدانستم. من بعد رسه نگاه کردن دیدم کوچه پشتم نوشتگی چشمونم سوهی زد دستانم بلرزه در آمدم. خود به خود گفتم کمبودی های پشت را و کلانان میگفتگیست. گرفتم و کشادم. خش تو چطور جرأت کردی که این مکتوب را کشد؟ خودم هم نمیدونم. یک قوای غیر طبیعی از گوشم میشنویدم که کشو و از گوشه دیگرم شیطان پیچی رو زده میگفت که نکشو مرغ بر این نابود نشوی. آنتون آنتونوویچ گرفتم و کشادم. گوش کن چطور جرأت کردی که مکتوب این شخص بزرگ و سیمای بزرگ را کشایی؟ این سیمای بزرگ نیست آنتون آنتونوویچ و این نه این است و نه آن. شیطان نداند که این کیست. گوش کن تو میگویی که نه این است و نه آن. آیا تو میدانی که وی کیست؟ وی دختری ما را بزنی میگیرد. آنتون آنتونوویچ آن کن من گنرال میشوم و تو برای خطخانه ها را بسیبیر میکنم. آنتون آنتونوویچ کی خودی شما؟ خودی من دستتان کوتاهی سیبیر سیبیر از من دور است. جنابان اجازه دهید من مکتوب را خونم. عزیزم ترپوچکین و تو باشی تا خبر میدهم که به سر من چه خیلی عجایب باد آمد. در راه مرا کاپیتانی اسکرانی پیاده تماما لوچ کردند و مثل آنکه صاحب تراکتور مرا به محکمه کشد. ناگهان لباس و سیمای پتربورگم را دیده تمام شهر گنرال گوبرناتور گمان کردند. ولی حال در خانه حاکم شهر استقامت دارم. از دم زن و دختری او کشاله شده گشتم. حالا مقرر نکردم که از کدامش سر کنم، زیرا چنین می نماید که از مادرش سر کنم. دوامش اکنون تمام. من چقدر که خواهم و من طول قرض میدهند. خیلی مردمی ساده هستند. تو در ادبیات نویسی ذوق داری. این را در دفتر ادبیات خودت قید کن که حاکم شهر مثل اسب اخته به عقل است. اخته من حاکم شهر مثل اسب اخته به عقل است. حاکم شهر مثل اسب اخته. نادرست. نه خودتون نمیشه. من چطور جرأت میکنم؟ آنتونوویچ من خودتون خونه داخلی حاکم شهر مثل اسب اخته به پای خودت از منم. گویا که این گفته را تو گفته نشده باشد. آدوی اون بار خواندن چی در خواه؟ دوامش مثل اسب اخته به عقل. مدیر پشت باشد هم آدمی خوب است. چی لازم آخی؟ اجازه دهید من خونم. لازم نیست آخی در حق من هم گپایی خدا گفتم.
مدیر پست عیناً مانند قراول تیر دپارتمان مخونم مخیب گمشه احتمال قلا برخور باشه درست بچه این گردن شکسته بوده است ما را کوفتن لازم میآید و بس کننده مؤسسه های تیر اینجاش بدخط بوده است اما معلومه شد کنید همش از اول خونده شد کنید بیا تمامش رو خونیم چیه؟ اداره کننده مؤسسه های خیریه земляника مانند خوگی کلا پوش پوشیده است تماما بی‌عقلانه در کجا دیده شده است که خوب کلا پوش پوشد میپوشد نظارت کننده مکتب ها لوکا لوکیچ مانند پیازی بوی گرفته است از بلای خدا من باری هم به دهانم پیاز نگرفتم برو شکر هرچی در دوره من هیچ گم نیست سودیا انا خلاص جنابان با فکرم مکتوب دراز است غیر از این یک گلم گپی بی معنی داشته است تا با آخر بخونی این خیلی مکتوب بیفاس را خوندن چی لازم سودیای همین اوی است اموس فیودرویچ مویتون است موبیتون؟ کی میداند این چی معنی دارد؟ شاید کلمه فرانسوی باشد باز خوب است که فقط اگر فریبگر گفته باشد اما از این بدتر بودنش ممکن است لیکن عملداران بسیار خوبند خوبیشان در آن است که با من هر قدر که قرض خواهم میدهند کوچه پوچتم خانه 97 شهر پتربورگ چه شرمندگی به مثل و مانند براستی جنابان ما چی خیلی در غفلت ماندیم زرمانه خودتون را کشت هم فهمیدن نمیتوانید چطور گویا غباره بود که کرخ کردم درست لیکن جنابان او از من 200 سوم قرض گرفته بود سبیل مانه از من باشه 400 سوم از من 300 سوم از من پیوت لیوان میشه 65 سومی قاضی گرفته بود من کشته شدم وای تماما مرا کشت من کشته شدم برمیگردانم آنتونویچ من هم قصدم و باید بهترین سیاه‌پور را آماده کردم با کثافت همان شیطان گوش کنید کجایی آن لافی بادی برای ویزار مانند بود یک مسخال هم مانند نبود اما یک باره ریویزور گفتید کی اول ریویزور گفت کی اوله گفت کی آوازه کرد من آنها آوازه کردم منه اول پیوت لیوانویچ گفت شما اوله اول شما گفت شما البته هر دوی شما البته از مسافرخونه دیوانه مردویده اومده و گفته اومد و پول هم نمیدید مرغ بلند پروازه را یافتید درست شما شیطان ها عکه های بدون زنبروخ شکم قفت کلمم شما را با محبس میکشم ابله‌ها افلاس کنندگان لعنتی یامردها اجازه دید عرض کنم سیگار
عملداری که از پتربورگ با امر مخصوص آمده است شما را نزد خود زود طلب می‌کند. او در مسافرخانه فرود آمده است.